أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا وشفينا. در آیات گذشته در باب رد شرک بحث تحریمات غیر الهی و همچنین نذورات غیر الله آمد و الله عزوجل بیان فرمود که اونهایی که برای غیر خدا حرام قرار دادید حرام نیستند، حلال طیبند بخورید، و اونهایی که خدا حرام قرار داده چی هستند؟ میته و میته هست، دم هست، لحم خنزیر هست و هر چیزی، هر مالی که نامزد بشه، نامگذاری بشه برای غیر خدا. حال از آیه شریفه ان الذين یکتمون زجر هست، سرزنش هست بر دین فروشان، کسانی که حقایق را کتمان می کنند، بر علما، بالخصوص علمایی که اهل کتاب و اهل سوادند و واقعیت را به مردم نمی گویند. الله عزوجل آنان را توبیخ می فرماید و عذاب دردناک برای اونها ذکر می فرماید. ان الذين یکتمون ما انزل الله، بدون شک کسانی که کتمان می کنند ما انزل الله را، آنچه که خدا نازل فرموده، و یشترون به ثمنا قلیلا، و می خرند به سبب آن، یعنی به سبب کتمان بنویسید، به سبب کتمان پول اندکی کتمان می کند، واقعیت را نمیگه، چون بازار خودش را میخواد گرم بکنه، میخواد از مردم درآمد داشته باشه. اگر واقعیت را بگه درآمدش مسدود میشه، پس در مقابل آن پول اندکی میگیرند. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، این اولین نتیجه. اینها نمیخورند در شکمهایشون مگر آتش، یعنی اینها مال نمیخورند، اینا آتش در واقع میخورند، چون این مال حرامی هست، کسب حرامی هست. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدای عزوجل با اینها کلام نمی فرماید، کلام لطف منظوره، کلام محبت مراد هست. بس معلوم میشه با بقیه الله تعالی مؤمنین، بندگان خوبش کلام می فرماید، کلام حسن، کلام لطف. ولا یزکیهم، اینها را خداوند از گناه پاک نمی گردانه. ولا یزکیهم من الذنوب، یعنی گناه اینا پاک نمیشه، اینا جنایت بزرگی انجام دادن. ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک است. اینهایی که کتمان کردند به عذاب دردناک الهی گرفتار می شوند. چرا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، چون خودشون این راه را انتخاب کردند. اینها کسانی هستند که خریداری کردند، یعنی اختیار کردند گمراهی را در مقابل هدایت در دنیا، والعذاب بالمغفره، و عذاب را در مقابل مغفرت، یعنی خودشون برای خودشون عذاب خریداری کردند. فما اصبرهم علی النار، این صیغه تعجب هست، یعنی چقدر هست صبر آنان بر آتش، چقدر اینا تحمل میکنند. سبحان الله، اون آتشی که قابل تحمل نیست، اینا چه صبری دارند.
یعنی میدونند نتیجه کتمان را، میدونند و این کار را میکنند، پس اینا چه صبری دارند براتش. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، این علت است چرا خدای عزوجل اینها را به اشد مجازات گرفتار میکنه، چون که این الله عزوجل کتاب را به حق نازل فرموده. کتاب چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، به حق یعنی به صدق، بعضی گفتن بالحجه، بعضی گفتن لاظهار الحق. خداوند کتاب را برای اظهار حق نازل فرموده. اینها هم حق را میدانند، اینها که کتمان میکنند پس اینها دنبال باطلند، دنبال حق نیستند. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید، همانا آنهایی که اختلاف میکنند در کتاب، در مفاهیم کتاب، در تحلیل و تحریم کتاب، آنها در اختلافی هستند، در شقاق و مخالفتی هستند. بعید عن الحق، از حق بدور. پس اینها در واقع از حق فاصله دارند، مخالفتند، در راه مخالفت با کتاب الله هستند. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. همین کاتمین را الله می فرماید، همین کتمان کنندگان را، اینا بیشتر ملاهای یهودی بودند. الله می فرماید که اینها گاهی همین نوع افراد عادتشون هست، به خاطر اینکه اون واقعیت گم بشه، حقیقت گم بشه، به سوی حقیقت کسی توجه نکند، چون با فهمیدن حقیقت اینها افشا میشن، رسوا میشن، به یک سری مسائل جزئی چسبیدند، اونها را به اندازه برجسته میکنند، گویا کل مسئله اینه، میخواند وقت تلف بکنند، میخواند اون گند خودشون در نیاد، اون کتمان، اون شرک، اون عرض کنم که خرافات خودشون مشخص نشه، لذا یک سری مسائل پیش پا افتاده را برجسته میکنن. مثل همین ها، چرا قبله این شبهه، چرا به این سمت نماز خواندید، چرا به این سمت نماز نخواندید، چرا 17 ماه اینطور شد، چرا چنین نشد، همش چرا روی چه مسئله؟ مسئله قبله مسئله مهمی نیست، از اصول نیست. شما بیا اون گندهای خودت را جواب بده که به خدا ایمان نداری، داری شرک میکنی، داری غیر الله را عبادت میکنی. لذا الله عزوجل اینجا این نکته را به اونها یادآوری کرده، لیس البر ان تولوا وجوهکم، بر و نیکی این نیست که شما برگردانی چهرهایتان را به جانب مشرق یا مغرب، هر سمتی که خدا دستور داد برگردانید. اما ولکن البر، اما نیکی یا صاحب البر یا ذلبر اون کسی است که من آمن بالله، ایمان به خدا، ایمان به توحید، یکتاپرستی، این نیکی. شما اینها را گذاشتید، شما بندگان خدا را پرستش میکنید، عیسی را، عزیر را، و باز میگه چرا قبله چنین شده و چنان شده. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، اما ذلبر صاحب بر اون کسی هست که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشه. یعنی اصل اعتقاده که شما اعتقاد درستی ندارید درباره همون آخرت. هم یهود و نصارا اعتقاد درست نداشتند، یک اعتقاد من درآوردی. اونا قیامت را به این صورت باور نداشتند که هر کسی که خوب عمل کرد به بهشت میره، هر کسی که بد عمل کرد به جهنم میره. نه، میگفتن قیامت مال ماست، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. یک چنان تصور بچگانه ای. پس بر بحث قبله نیست، بحث های دیگری پیش پا افتاده نیست که شما برجستهشون میکنید. اصل نیکی ایمان است، اعتقاد است به توحید، به قیامت. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
و همچنین ایمان به خدا، به ملائکه و الکتاب، به کتابهای آسمانی و النبیین کلهم بنویسید، همه انبیا، نه که بعضی را قبول داری بعضی را نه. اول بحث اعتقاد است، بعد از اعتقاد و آت المال، بحث دوم اعمال و اخلاق است. اعمال و اخلاق است. چنان بخیل بودن برای مال جان میدادند، خودشون را به کشتن میدادند، مال نمیدادند در راه خدا. و آت المال علی حبه، نیکی این است که انسان بدهد مال را علی حبه، ضمیر حبه احتمال داره به سوی الله باشه، احتمال داره به سوی مال باشه. و آت المال علی حبه یعنی علی حب الله، مال را چرا میده؟ چون خدا را دوست داره، یعنی اخلاص. یک تفسیرش اینه. علی حبه یعنی حب المال، یعنی مال را میده با وجود محبت مال. از این برمیاد که مالی را میده که اون مال را چی داره؟ دوست داره. مالی را میده که اون مال را دوست داره، نه مال بنجل، نه مال از کنم که افتاده. مال را میده بر حب آن، یا حب الله یا به حب مال. به کی میده؟ مصارف، ذوی القربا خویشاوندان را، والیتاما و یتیمان را، والمساکین مسکینان را، و ابن السبیل مسافران را، درمانده ها را، والسائلین و آنهایی که سؤال میکنند میخواهند از شما گدایی میکنند، و فی الرقاب ای فی فک الرقاب، در آزادی گردنها مال میده. این عبادت مالی هست. این را مقدم کرد چون ملاهای یهود برای عبادت مالی اونقدر سرشون جانی سرشون مشکل نبود، بر اونها سخت نبود که عبادت مالی سخت بود. بعضی از ما هم همینطوریم، نماز بگی بخون 100 رکعت میخونه، اما زکات 1 ریال نمیده، داره نمیده. اینطور نباشیم. و اقام الصلاة و آت الزکاه، و نماز را برپا بدارد و زکات بده. معلوم میشه که اون مال دادن غیر زکاته، صدقات. اینا اعمال شدن، اول عقاید بعدن اعمال، الان اخلاق. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، یعنی نیکی این هست و نیکان آنهایی هستند که وفا میکنند به عهد خودشان. اذا عاهدوا، وقتی که با خدا عهد میبندند، با خدا پیمان میبندند، به اون پیمان چیان؟ وفادار. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، و همچنین صبر کنندگانند. ای امدح الصابرین، من صابرین را ستایش میکنم. آنهایی که صبر میکنند در بأسا، در فقر و ضراء، مریضی. بأسا سختی مالی را میگن، ضراء سختی جانی را میگن، شدت مال و شدت جان. وحین البأس، و همچنین صبر میکنم به وقت جنگ با دشمن. نیکی اینه، نیکان اینا هستند، نه شما که هی دنبال مسائل پوچ افتادید. اولئک الذین صدقوا، الله می فرماید این افرادی هستند که صدقوا، صادقند، بنویسید در عقاید و اخلاق، اعمال، در همه چیز صادقند. و اولئک هم المتقون، اینها هستن متقیان، اهل تقوا، خدا ترس، ایناند. پس نیکی اینه، ابواب بر اینها هستند. شما میخواید اصلاح بشید، بیای به طرف اینها. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ببینید اون چه که در آیات گذشته خواندید بحث توحید بود و رسالت بود. از این آیه به بعد بخش جهاد و انفاق شروع میشه. عرض کردم در این سوره مبارکه بحث توحید هست، رسالت هست، قیامت هست، انفاق هست، جهاد هست.
لذا و احکام، بعضی از احکام هم میاد، اما بحث اصلی از این به بعد جهاد و انفاق آغاز میشه. قبل از اینکه رسما بحث جهاد آغاز بشه، بعضی از احکام که اونها را ما اینجا تعبیر میکنیم به امور انتظامیه، چون احکام دو نوع هستن، امور انتظامیه، امور مصلحه. امور انتظامی اونه که برای نظم و نسق زندگی ما، برای ترتیب زندگی ما لازم هستند. مثلا درباره میراث ما باید چیکار بکنیم، درباره حقوق زن نفقه چیکار بکنیم، نفقات مطلقات چیکار بکنیم، عده چیکار بکنیم. اینها هستند چی؟ امور انتظامیه. امور مصلحه احکام عبادی را میگن، مثل نماز، روزه، و اینها همیشه پیش مقدمه جهادند. من دارم ربط کلی آیات را خدمت شما عرض میکنم. اینها مقدمات جهاد هستند. یعنی کسی که نظم یاد بگیره میتونه جهاد بکنه، کسی که حقوق را رعایت بکنه میتونه جهاد بکنه. و باز در میان اینها لابلای این امور انتظامی، امور مصلحه، نماز، روزه. نماز و روزه از اون عبادت ها هستن که تقوا و خدا ترسی را بیشتر میکنن. تقوا و خدا ترسی که بیشتر بشه، بقیه حقوق را انسان رعایت میکنه، اون وقت مستعد جهاد میشه. پس همه اینها با هم دیگه مرتبطند، بی ربط نیستند. بنابراین الله عزوجل ابتدا موضوع قصاص را ذکر می فرماید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اولین امر از امور انتظامی قصاص. اگر قصاص نباشه در جامعه هرج و مرج میاد، ناامنی میاد، کشتن انسان ها مفت. لذا قصاص را الله عزوجل به عنوان یکی از احکام و امور انتظامیه اول مطرح میکنه. در ادیان گذشته افراط و تفرید بود. در مذهب و دین یهود به جز قتل قاتل و قصاص دیگه هیچ راهی وجود نداشت. یعنی کسی میکشت باید کشته میشد. دو صورت دیگه که امروز در اسلام هستن غیر از قصاص، یکی عفو است، یکی دیه است. این دو صورت اصلا نبودن. در دین مسیح اصلا چیزی به نام قصاص وجود نداشت، فقط عفو بود. کسی کشته میشد به هر حال اونجا عفو گذشت. و در میان مشرکین هم عفو بود هم قصاص بود، اما عرض کنم که در اینها اونها چون چی میکردند؟ افراط میکردند. مثلا اگر قاتل از خانواده معمولی بود حتما باید کشته میشد، اگر از اشراف بود باید معاف میشد. یعنی پارتی بازی بود. این احکام برای همه نبود. برای بعضی گویا قصاص بود، برای بعضی اونی که پارتی ضعیف داشت، برای بعضی دیگه عفو بود، اونی که چی پارتی بهتری داشت. پس در همه گذشته ها این اعتدالی که در اسلام هست نیست. لذا الله عزوجل در این دین هر سه راه را گذاشت. هم قصاص مشروع است، هر کسی قصاص کرد حقش است. هم دیه مشروع است، کسی نخواست بکشه خون بها بگیره هم حقش است، و هم عفو حقش است. الله عزوجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، ای مؤمنان لازم شده بر شما، کتب ای فرضه، لازم است و فرض است بر شما، القصاص فی القتلا، قصاص در مقتول، اون کسی که کشته میشه. و قصاص به چی صورت؟ الحر بالحر، آزاد در مقابل آزاد. این نیست معنیش که آزاد را در مقابل برده نکشیم یا برده را در مقابل آزاد نکشیم. این کنایه از چی هست؟ این کنایه از مساوات، چون در زمان جاهلیت مساوات نبود. اگر کسی میکشت که قاتل از اشراف بود، خب این را در میگفت اون
در حد پایین تری هست، این از فلان طایفه، اینو نمی کشتن. اگر قاتل از کنم قشر پایین تری می بود، شاید و اون مقتول از اشراف بود، شاید به خاطر اون مقتول 2 تا رو می کشتن، شاید 5 تا رو می کشتن. لذا الله می فرماید مساوات است. حر در مقابل حر، عبد در مقابل عبد، انثى در مقابل انثى. معنیش این نیست که انثى در مقابل عبد مرد کشته نشه یا برعکس نشه. فمن عفی له من اخیه شیء، هر کسی که این راه دوم، اولی قصاص، دومی عفو. هر کسی که عفو شد از طرف برادرش، معاف شد از طرف برادرش. برادرش یعنی چی؟ یعنی ورثه مقتول. ببینی خدا اینجا نفرمود من ولی الدم، من ورثه المقتول، من ولی المقتول، گفت من اخیه. این برادر معنادار است. برادر چیه؟ معنادار است. یعنی الله عزوجل داره استعطاف می فرماید، اون رگ عاطفه را تحریک می کند. چنانچه علامه آلوسی نوشته سماه اخا، اون را خدای عزوجل برادر می گوید استعطافا بتذکیر الاخوة البشریة و الدین، بتذکیر اخوة البشریة. در واقع نوعی ایجاد عاطفه هست برای اینکه یادآوری می فرماید برادری بشری و دینی را، که شما درست این قاتل کشته، یک اشتباه و غلطی کرده، اما بالاخره برادرتون هست، شما هم برادرش هستید. یعنی اگر ببخشی برادرت را بخشیدی. لذا الله می فرماید اگر عفو شد قاتل از طرف برادرش، یعنی اون ولی مقتول، وارث مقتول، چیکار کند؟ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. یعنی اتباع بکند طبق دستور شرع. این گفتن فریضه وارثه. یعنی وقتی که وارث بخشید دیگه همون بخشیدنش را دنبال بکنه، دوباره قصاص نگیره، دوباره نکشه. یک بار که بخشید، بعضی وقتا افراط میشه، یکی میبخشه یکی دیگه میکشه. و اداون، اما این وظیفه و قاتل است که ادا بکند به اون هر حقی که هست به احسان، طبقه هم دستور شرع، به خوبی. مثلا دیه تعیین شد، خب دیه را دیگه امروز فردا نکنه، اذیت نکنه. پس ببینید دو چیز دیگه غیر از قصاص الله ذکر فرمود، یکی عفو هست، یکی دیه هست. عفو از طرف وارث مقتول، دیه از طرف قاتل. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. در گذشته اینطور نبوده. این تخفیف یا ذالک بنویسید دیه و عفو، دو چیز. این هر دو تخفیف هست از جانب ربتون و رحمتی هست. این ترحم شاهانه او هست، حقش کشتن بود. خدا که تخفیف داد دیگه کسی مغرور نباشه، کسی دیگه اذیت نکنه بیشتر از این. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. هر کسی تعدی کرد بعد از این، ببین هر کسی، چه وارث مقتول چه قاتل. وارث مقتول تعدیش اینه که یک بار بخشیده بعد دوباره میکشه، این تعدی هست. و قاتل تعدیش اینه که او را بخشیدن، قرار هست که دیه بده، الان دیه نمیده، این تعدی است. برای او عذاب دردناک است در آخرت، برای او عذاب دردناک است. اما اگر کسی بیاد و قصاص را انتخاب بکند، اینم کار بدی نکرده. قصاص حیات است، قصاص موت نیست. ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب لعلكم تتقون. برای شما در قصاص حیات است ای عقل مندان. برای شما در قصاص چیه؟ حیات است ای عقل مندان.
چطور حیات است؟ دشمنانی که میگن در قصاص موت است، اون یکی که مرد این یکی دیگه هم باید بمیره، به جای یکی دوتا شدند. نه خیر، اینطور نیست. وقتی که میدونه قصاص هست از همین اول نمیکشه، واقعا بدون قصاص اجرا میشه. یا اینکه اگر کشته این کشته بشه همین دوتا کشته شدن، 4 تا دیگه کشته نمیشه. اگر این کشته نشه باز حمله میکنن، تعدی میکنن، یکی 2 تا دیگه ناحق میکشن. چنانچه این تجربه شده، باز اینا از اونا میکشن. قصاص که نباشه مرگ هنوز ادامه داره. پس قصاص جلوگیری میکنه از مرگ بیشتر، هم جلوگیری میکنه از مرگ بیشتر بین این دو گروه و هم برای آیندگان در میان ملت دیگر هم جلوگیری میکنه. مسلمان وقتی بدون در این کشور واقعا حق خدا اجرا میشه، قصاص اجرا میشه، چیکار میکند مسلمان؟ عرض کنم که میترسه و هیچ وقت عرض کنم که کسی را نمیکشه. پس قصاص خودش بازدارنده است. یکی از علمای هندوستان نوشته که یک پروفسور مسلمانی استاد دانشگاهی پیش من آمد، گفت من میخوام مقاله بنویسم بر علیه این دشمنان دین مستشرقین که اینها اعتراض میکنن. یکی از اعتراضاتشون همین آیه هست، میگن قصاص حیات است. قرآن گفته قصاص حیات است، اونا میگن که حیات نیست، موت است. من میخوام دلائل را شما من راهنمایی بکنید، به من بگید. ایشون میفرمه من موندم چطور دلائل را راهنماییش بکنم. من گفتم شما برو اول یک تحقیقی بکن بیا پیش من. بعد گفت چه تحقیقی؟ من گفتم شما برو ببین در سال گذشته در آمریکا که هیچ قصاصی نیست چند نفر کشته شدند، چند نفر انسان کشته شده. و در عربستان سعودی که این حکم قصاص اجرا میشه اونجا هم یک تحقیقی بکن چند نفر کشته شدن. او رفت تحقیق کرد، بعد از مدت مجدد پیش من آمد، گفت من تحقیق کردم تقریبا در آمریکا هر دقیقه 1 نفر کشته میشه. یعنی وقتی آمار را گرفتیم در کل آمریکا هر دقیقه 1 نفر کشته میشه. خب شما حساب بکنید چقدر نفر کشته میشه. و تحقیق کردم در عربستان سعودی در ظرف 10 سال گذشته 15 نفر کشته شده. یعنی سالی 1 نفر و بیشتر از 1 نفر، چون اونجا قصاص است. الان ببین گفتم جوابت را گرفتی یا نه؟ گفت بله گرفتم. اینطور قصاص، در قصاص حیات است. قصاص که باشه بقیه مردم حیاتشون تضمینه، بقیه مردم کشته نمیشند. اما اونجایی که قصاص نیست بکش است. هیچ که نمیترسه، هیچ که فکر نمیکنه خود من را میکشند فردا. لذا واقعا در قصاص حیات است. الله میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. برای شما در قصاص حیات است ای عقلمندان، لعلکم تتقون، شاید شما بترسید. یعنی وقتی که قصاص باشه بترسید از ریختن خون یک انسان. خب این حکم اول بود، امر انتظامی اول. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. امر دوم هست که هرگاه کسی میخواهد بمیرد محتضر میشه، او باید وصیت بکند، به ورثه‌اش وصیت بکند که مال من را چطور تقسیم بکنید، در این تعدی نکنید. لذا الله میفرماید کتب علیکم، لازم است بر شما اذا حضر احدکم الموت، هرگاه یکی از شما را مرگ حاضر شد، ان ترک خیرا، خیرا یعنی مالا، اگر مالی گذاشته، مالی پشت سر ترک کرده، لازم است که الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکند به پدر و مادر و خویشاوندان بالمعروف، به معروف، به خوبی.
حقا علی المتقین، این حقی هست بر متقیان، یعنی حق لازمه ای هست بر متقیان. ببینید اینجا فرمود، نگفت حقا علیکم، حقا علی المتقین، به جای اسم ضمیر علیکم اسم ظاهر آورد. این را در عربی چی میگد؟ وضع المظهر موضع المضمر، اسم ظاهر به جای اسم ضمیر. چرا؟ للدلالة على أن المحافظة على الوصية والقيام بها، میخواد نشون بده، این جمله دلالت کند این متقین که هر کسی که بر وصیت محافظت که وصیت میت را حفظ کرد والقیام بها و اون را قائم کرد اجرا کرد، من شعائر المتقین الخائفین من الله، این از علائم متقین است، این از علائم کسانی است که از خدا میترسند. روح المانی. پس این حقا علی المتقین، کسی که وصیت را اجرا میکند او اهل تقوا است. عنایت داشته باشید که بعضی از علما معتقدند، اکثر علما، بعضی نه اکثر علما معتقدند این آیه منسوخ است. چرا؟ چون آیه فرموده که لازم است وقتی که مرگ حاضر شد وصیت بکند برای والدین و اقربین. و والدین خودشون ارث میبرند. بعضی میگن ابتداً والدین ارث نمیبردند، والدین خودشون ارث میبرند، خویشاوندانی که ارث میبرند ارث میبرند. وقتی که کسی ارث میبرد سوره آیه میراث سهمش را مشخص کرده، چقدر به پدر بده، چقدر به مادر بدید، چقدر به پسر بدید، چقدر به دختر بدید، به برادر و خواهر در چه صورتهای بدید، در چه صورتهای ندید. پس وصیت برای والدین و اقربین الان نیست، ابتدا بود. الان که آیه میراث آمده یوصیکم الله تا آخر رکوع که همه خویشاوندانی که ارث میبرند حقشون را مشخص کرده، من جمله والدین. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده لا وصیت لوارث، اون کسی که از شما ارث میبرد برای اون وصیت نکنید. لذا الان وصیت منسوخه، این آیه منسوخه. عموم مفسران و فقها همین را میگویند. شاه ولی الله رحمه الله در بسیاری از آیات توجیه میکنه، تعویل میکنه، میخواد بگه که آیات منسوخ نیستند مگر در 3 آیه. این آیه از همون 3 آیه هست که شاه ولی الله معتقد است که این منسوخ است. بله، اما بعضی از مفسران من جمله شیخ ما رحمه الله معتقد است این آیات منسوخ نیستند. اون تفسیری که بعضی میکنند اون تفسیر نیست، تفسیرش چیز دیگه هست، مراد آیه چیز دیگه هست. خب اول نظر بعضی را میخوانم که علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته. ایشون میفرمایند که درسته که وارث وصیت ارث ولش وصیت نیست، ارث میبرد، اما مراد از این اون والدینی هستند که اونها ارث نمیبرند. کدوم والدین ارث نمیبرند؟ وقتی که فرزند و پدر و مادرش از نظر دین تفاوت داشته باشند، فرزند مسلمان باشد و پدر و مادرش غیر مسلمان باشند، یهودی مسیحی باشند، خب هیچ وقت کافر از مسلمان ارث نمیبرد و همچنین مسلمان از کافر هم ارث نمیبرد. خب اون وقت پدر و مادرت ازت ارث نمیبرد ای کسی که داری میمیری، ولی بازم پدر و مادره چقدر مهربان بودند، تو را تربیت کردند، بزرگت کردند، پس مستحب است، لازم است که برایش وصیت بکن. بگو از همین مالی که به اونها ارث نمیرسد یک مقدار بهشون بدید. یعنی چون پدر و مادر وارث نیستند در این صورت وصیت برایشون اشکال ندارد. پس این والدین و اقربین کسانی هستند که به سبب اختلاف دین
چی ارث نمیبرند. وصیت برای اونها هست. بعضی گفتن مراد اینه، چنانچه علامه نصفی نوشته در تفسیر مدارک قیل غیر منسوخه، این آیه منسوخ نیست، لانها نزلت فی حق من لیس بوارث بسبب الكفر، این آیه در حق کسی است که او وارث نیست به سبب کفر، چون کافر است. خب برای این وصیت کن بهش چیزی بدند. فشرعت الوصیة فيما بینهم قضاء لحق القرابة ندبا، پس وصیت اجرا میشه به خاطر حق قرابت، این مستحب است. خب اما شیخ رحمه الله معتقد است که مراد از این وصیت چه وصیتی هست؟ مراد از این وصیت مال دادن نیست. وصیت بالمعروف قرآن خودش گفته، معروف یعنی طبق دستور شرعی، معروف یعنی عدل و انصاف. این وصیت به سهمی از مال نیست. منظور اینه که وقتی که میمیرید هم برای پدر و مادر وصیت بکنید به عدل و انصاف، به فرزندان، به زن و بچه بگید ببینید یک وقتی پدر و مادر پیر من را محروم نکنید، به اونها برسید، یعنی از این مال هر چی سهمشون هست بدهید. پس این وصیت بر چیه؟ بر اجرای حکم خداست. یعنی ای ورثه من حکم خدا را اجرا کنید، پدر و مادر من را ببین محروم نگذارید، هر چی خدا بهشون میده بدید. فلان فرزند را که دور افتاده، فلان فرزند که عرض کنم مظلوم، ضعیف، توانی نداره، یا دیوانه هست، یا صغیره یا کبیره، ببینید سهمش را بهش بدهید. پس این وصیت به چیه؟ بالمعروف است. وصیت به این که عدل کنید، انصاف کنید و شریعت را اجرا کنید. خب این مستحبه. هر کسی میمیره میتونه بچه‌هاش را جمع بکنه، فرزندان من، هم وصیت به دین بکنه، به ایمان و تقوا بکنه، و هم وصیت بکنه ببینید که مالی که من میگذارم این مال را درست تقسیم بکنید، حق هیچ کسی را تلف نکنید، ضایع نکنید، نه حق ضعیف را، نه حق مادر پدر پیر را، نه حق بچه صغیر و کوچولو را. پس این وصیت مراد است. این وصیت که منسوخ نیست، این امروز هم چیه؟ مشروعه. شیخ رحمه الله میفرماید منظور آیه این هست. وقتی منظور این آیه واقعا این باشه، مراد این باشه، پس نیازی نیست که ما این آیه را چی بدونیم؟ منسوخ. لذا الله میفرماید کتب علیکم، لازم است، اذا حضر احدکم الموت، هرگاه حاضر شد یکی از شما را مرگ، ان ترک خیرا، اگر مال گذاشته، الوصیت للوالدین، وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندان، بالمعروف، وصیت به چی؟ به عدل و انصاف، حقا علی المتقین، این حقی هست. کسی که این وصیت را میکنه این واقعا حقی هست. این وصیت را که میکند بر متقین که اجرایش میکنه، یعنی کسی که از خدا میترسه باید وصیت را اجرا بکند. فمن بدله بعد ما سمعه، هر کسی این وصیت را تبدیل کرد بعد از اینکه شنید و وصیت را تبدیل کرد، جابجا کرد، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، جزی نیست که گناهش بر کسانی هست که وصیت را تغییر میدهند. اون کسی که وصیت کرده اون گناهی نداره. ان الله سمیع علیم، الله عزوجل شنواست و علیم داناست، بهما، به هر دو. یعنی کسی که وصیت میکنه، کسی که وصیت را اجرا میکنه، درست یا غلط اجرا میکنه. فمن خاف من موس جنفا او اثما، اما کسی که وصیت میکنه، کسی ترسید از وصیت کننده جنف را، جنف یعنی تمایل، میل شخصی، انحراف، خطا، همه اینها معنی مرادی هستند. مثلا این کسی که میخواد بمیره، این یه برادری داره یا یه دوست صمیمی داره. خب این برادر ارث نمیبره چون بچه داره، دوستش ارث نمیبره که دوست دیگه وارث نیست. اما این وصیتی در حق اونها میکنه
که اینجا در واقع داره انحراف میره، طوری وصیت میکنه که به این ورثه چیزی نرسد، گرچه تا 1/3 مال میتونه وصیت بکنه. خب الان کسی که وصی هست، یعنی پشت سر وصیت را اجرا میکنه، او میبینه که این میت که داره میمیره و میره، این محتضر، این داره تمایلات شخصی به یک سمت و سو داره. این چیکار میکنه؟ این بینشون اصلاح میکنه، میگه نه این وصیت نکن، این ظلمه، به این شکل بکن، یعنی یک شکل دیگه که ظلم نشه. خب این گناهی نیست. پس گویا به وصیتش عمل نکرد و وصیت او را چی کرد؟ اصلاح کرد، تغییر داد. فمن خاف من موس، کسی که ترسید از وصیت کننده جنفن، تمایل، انحراف، کجروی، ای میلا عن الحق او اثما، یا گناهی، فاصلح بینهم، پس اصلاح کرد بین آنها، یعنی بین موسی له و ورثه یا بین موسی خودش، فلا اثم علیه، این گناهی بر اون مصلح نیست. همان الله تعالی غفور و رحیم است، میبخشد. اینجا این وصیت را اگر اجرا نکرده خدا میبخشد، چون میبینه در وصیت اجرای وصیت ظلمه. باز یک بینشون چی میکنه؟ یک اصلاحی میکنه. خب 2 حکم خواندید، یکی حکم قصاص، یکی حکم وصیت. بعد از این یک امر مصلح میخوانید. از اینجا آغاز امر مصلح است. این امر مصلح درباره چیه؟ درباره روزه هست. عرض کنم که قبلا هم در اون مقدمه عرض کردم که امر مصلح را اگر کسی انجام بده، امر مصلح مثل روزه، نماز، اینا تقوا و خدا ترسی و اصلاح را در انسان چی میکنن؟ اضافه میکنن. و اینا ممد و معاون هستند، انسان را کمک میکند بر اینکه امر انتظامیه را بهتر اجرا بکند. پس اینها در واقع همه همدیگر را چی میکنند؟ کمک میکنند. الله عزوجل در آینده مثلا امر دیگری ذکر میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همدیگر را نخورید، مال حرام نخورید. اینجا در وصیت هم همین بود که مال حرام نخورید. خب چطور انسان میتونه اجتناب بکنه از مال حرام؟ به عنوان مثال وقتی روزه میگیره مال حلال را نمیخوره. کسی که روزه میگیره مال حلال، مال خودش را اجازه نداره در روز بخوره. پس کسی تقوایش تا این حد باشه که مال حلال نخوره، او حتما میتونه چی بکنه؟ مال حرام هم نخوره. پس الله عزوجل این امور مصلح را ذکر میفرماید. این امور مصلح چی هستند؟ ممدند، معاونند، کمک میکنند که انسان بقیه دستورات خدا را به نحو احسن و بهتری اجرا بکند. به این خاطر الله عزوجل بحث روزه را ذکر فرمود. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، لازم هست بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که لازم شد، فرض شد روزه، کتبه یعنی فرضه، قبلا خواندیم، همان گونه که روزه فرض شد بر کسانی که قبل از شما بودند، یعنی امتهای گذشته، لعلکم تتقون. این حکمت روزه و فلسفه صوم است. روزه میگیرید شاید با تقوا بشید، روزه میگیرید شاید در درون شما تقوا و خدا ترسی بیاد. خب از روزه میاد. بنده عرض کردم اینقدر انسان با تقوا میشه که تشنه هست، آب خنک هم تو خونش هست نمیخوره. چرا؟ رب دستور داده نخورم. غذا هست تو یخچال، نان هست تو سفره، گرسنه هم هست نمیخورم. مال خودته، حاصل زحمت خودته، اما رب اجازه نداده. نیاز جنسی داره، خانه حلالش هم هست به قول معروف، اما نزدیکش نمیره. وقتی که چیزهایی که برایش حلال هستند
به خاطر دستور خدا تقوا را رعایت میکنه، پس این از مال دیگران به طریق اولا رعایت میکنه، ناموس دیگران را به طریق اولا دوری میکنه. پس الله عزوجل فرمود که شما روزه که بگیرید تقوا حاصل میشه. تقوا اینطور درست میشه. و همچنین نفس همیشه بی تقوایی از سرکشی و تمرد نفسه. در روزه گرفتن نفس چی میشه؟ ضعیف میشه. نفس انسان لاغر میشه، به اصطلاح نفس انسان مقهور و مغلوب میشه، چون خلاف نفس داره عمل میشه. وقتی که خلاف نفس عمل بشه، اون وقت تقوا همینه که نفس مغلوب بشه. خلاف نفس وقتی که عمل بشه، تقوا میاد بالا میزنه، تقوا زیاد میشه. پس الله میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب کی روزه بگیریم؟ این مفعول فی برای کتب است. کتب ایام معدودات، یعنی در روزهای معین. اون روزهای معین را آیه بعدی توضیح میده که اون روزهای معین چه روزهایی هستند. لذا الله می فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر. خدای عزوجل پیشا پیش یسر و آسانی را ذکر می فرماید. فمن کان منکم مریضا، هر کسی از شما مریض باشد یا در سفر باشد. خب فعدت من ایام اخر، این یسر اول، آسانی اول. تعدادی از ایام دیگر یعنی تأخیر بده و قضایی بیاره در ایام دیگر به همین اندازه که اینجا روزه نگرفته خورده. این یک آسانی. آسانی دوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین. عرض کنم که تفسیر این آیه هم مختلف فی هست. ظاهر آیه اینه، معنای ظاهری، کسانی که توان دارند بر اونها هست فدیه طعام مسکین، یعنی هم مباح است فدیه بدند، یعنی با وجودی که توان داره طعام یک مسکین را، یعنی به یک مسکین غذا بده، روزه نگیره، توانایی ولو اینکه داشته باشه. بعضی از مفسرین به همین ظاهر گفتند، به همین ظاهر معنا میکنن، بعدن میگن آیه دوم این را منسوخ کرده، این حکم را از بین برده، چون آیه دوم است فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی که در این ماه حاضر شد حتما باید روزه بگیره. پس میگه اون حکم از بین رفت، اون تخییر را خدا ازش گرفت. بعضی اینو میگند. پس بعضی از مفسرین معتقدند در روزهای اول روزه فرض بود علی سبیل تخییر. علی سبیل تخییر یعنی چه؟ یعنی شما اختیار داشتی، شما مسلمان، اون یک روز روزه میگرفتی یا به جای یک روز روزه به یک مسکین قضا میدادی، کفاره و فدیه بود، شام و نهار میدادی. اما بعدا این حکم باز فمن شهد منکم الشهر فلیصمه منسوخ شد. این یک قول. قول دوم نه، نیازی نیست ما این آیه را منسوخ بدانیم. خیلی جاها لا نافیه مقدر است. لا نافیه اصلا از سیاق، از ما قبل و ما بعد فهمیده میشه، اینجا هم مقدر است. وعلى الذين يطيقونه یعنی وعلى الذين لا يطيقونه، کسانی که توان ندارند برای اونها فدیه هست، خدا به اونها را فرموده. خب این حکم هنوز هم هست. کسی که پیرمرد شده، کسی که مریضی سختی داره، مثلا قند داره، نمیتونه روزه بگیره، کلیهش از کار افتاده، لذا او چیکار بکنه؟ به جای روزه فدیه بده. پس یطیقونه اصلش لا مقدر است، لا یطیقونه هست. و علامه انور شاه کشمیری رحمه الله میفرماید که این حکم در ابتدا هست، مال ابتدا هست.
این آیه درباره ایام بیز هست. ایام بیز 3 روز از وسط هر ماه که ابتدا اون 3 روز را روزه می گرفتن، بعدن حکم رمضان بعدن آمد، شهر رمضان. ابتدا اونها بود، اونها اختیار داشتی چی اون 3 روز را روزه می گرفتی یا چه فدیه می دادی. و هذا الحكم ايضا يتعلق بالايام البيز ولا تعلق له برمضان. توجیه علامه انورشای کشمیری هست. و الان هم میفرماید مستحب همینه، شما یا در این 3 روز روزه بگیر یا به جای این 3 روز توان داری به فقیر فدیه بده تا 3 روز برات روزه حساب بشه. اما بعضی میگویند که نه، کسانی که عربی وارد باشن میدونند که این یطیقونه از باب افعال است. اطاق یطیقو، اطاق یطیقو در جای استفاده میشه که اونجا مشقت باشه. یطیقونه یعنی با مشقت و با زحمت میتوانند روزه بگیرند، با مشقت و با زحمت میتونن روزه بگیرن، پس نگیرند. خدا بر اونها مشقت را لازم نکرده، اونها فدیه بدند. چنانچه علامه جارالله زمخشری که تفسیر کشاف نوشته، او نوشته قال الزمخشری ما حاصله ان فعل الاطاقه بمادته لا يستعمل الا فيما يتعذر. فعل اطاقه مادهش طوری هست که استعمال نمیشه مگر جایی که مشکل باشد. پس و علی الذین یطیقونه معنیش میشه کسانی که با مشکل توان دارن، با مشکل میتوانن روزه بگیرن. خب اونها اجازه دارن چی بکنن؟ اونها اجازه دارن که فدیه بدهند، اون مشکل بر خودشون سخت نگیرن، بر خود فشار نیارن، به این معنی هست. اما شاه ولی الله رحمه الله میفرماید که این در رابطه با روزه اصلا نیست، این درباره صدقه فطر است. این درباره چیه؟ صدقه فطر است. و علی الذین یطیقون الصیام، نه یطیقون الطعام. کسانی که می توانند صدقه فطر بدهند در مقابل هر نفری به یک مسکین طعام بدهند، یعنی فطریه بدهند. چون که بحث روزه هست، در همون ماه روزه فطریه میدن قبل از عید. ایشون میفرمایند پس این در رابطه با چی هست؟ صدقه فطر است. ای یطیقون الطعام، لازم نیست این آیه را منسوخ بدانید. و بعد میفرماید که در آخر آیه نگاه کنید که ولتکملوا العده ولتکبروا الله. عده چی هست؟ ماه رمضان است. ماه رمضان روزش را تکمیل بکن. ولتکبروا الله، تکبیر بگو، اشاره به تکبیرات عید است. پس روزه را که تکمیل کردیم، خواستی تکبیرات عیدین بگویی، بری نماز عید بخوانی، قبل از اون اگر توان داری، مال داری، صدقه فطر بده. اصلا بحث روزه نیست، اصلا بحث روزه نیست، چون در همون روزه صدقه فطر هم هست. علی ای حال فمن تطوع خیرا فهو خیر له. خب کسی که فدیه میده، کسی که مال میده به اندازه یک مسکین، کسی میگه اگه من به اندازه 2 مسکین بدم چی؟ خب این بهتر. فمن تطوع یعنی بیشتر بده، فهو خیر له، این بهتر است. اما الله میفرماید روزه خودش بهتره. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اینکه روزه بگیرید بهتر است برای شما اگر شما بدانید چه منافعی داره، چه برکات و خیراتی روزه داره، هم در زندگی انسان، هم در قبر انسان، هم در میدان محشر انسان. سبحان الله. شهر رمضان، این تعیین اون روزه هست. کتب علیکم الصیام، و بعد خواندیم ایام معدودات، ایام معینی هستند، ایام محدودی هستند که روزه فرضه. اون ایام کی هست؟ شهر رمضان، الله می فرماید ماه رمضان، الذي انزل فيه القرآن،
آن ماهی که نازل شد در آن ماه قرآن. سبحان الله، عظمت رمضان، فضیلت رمضان به خاطر قرآن است. رمضان چون با قرآن نسبت داره، هر چی که با قرآن نسبت داشته باشه، شما تو خود قرآن نگاه بکن، او در میان بقیه هم نوعان خودش می درخشه. از ماها بهترین ماه رمضانه چون قرآن نازل شده. از شبها بهترین شب قدره چون قرآن نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر. پس هرچی با قرآن نسبت داشته باشه او می درخشه. سینه شما که ظرف قرآن باشه از بین همه سینه ها نورانی تره. زبان شما که از کنم تلاوت قرآن و زمزمه قرآن بکنه از بین همه زبان ها بهتره و پرنورتر و پربرکتتره. اوقات شما که با قرآن سپری میشه از همه وقتها این وقت چیه؟ شریفتره، بهتره، با فضیلتتره. هرچی که با قرآن نسبت داره همین شرف را داره. لذا الله می فرماید شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه رمضان آن که در آن قرآن نازل شده، در اون ماه رمضان روزه بگیرید. هدی للناس، در حالی که این ماه هدایت است برای مردم، و بینات من الهدى والفرقان، و دلائل روشنی هست. بینات یعنی دلائل روشنی از هدایت در آن هست. و همچنین فرقان، فرقان یعنی فارق بین الحق والباطل، حق و باطل را جدا می کند این قرآن. پس این قرآن هم هدایت است برای مردم، هم دلائل روشن دارد از هدایت، از عقاید، از ایمان، و هم فارق بین الحق والباطل است. پس ماه رمضان ماه روزه است. اون ماه رمضانی که این قرآن با این ویژگی ها در اون ماه نازل شده. پس هر کسی که در این ماه حاضر شد، یعنی این ماه را دریافت، باید روزه بگیرد. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که حاضر شد از شما در آن ماه باید روزه بگیرد، او باید روزه بگیرد. و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اما هر کسی که مریض بود یا در سفر بود. ببین تأخیر رمضان در این صورته به خاطر احتمال مریضی و احتمال کرونا نداریم. کسی اگر روزه بگیره شاید مریض بشه، نه، انشاءالله روزه بگیره مریض نمیشه، روزه سلامت میاره، روزه انسان را سالمتر میکنه. روزه از نظر طبی فوایدی داره که خب جزء بحث و تخصص بنده هم نیست، اما با احتمال مریضی روزه تأخیر نمیفته، الا مگر اینکه واقعا کسی مریض شده، خدای نکرده مشکل پیدا شده، او میتونه تأخیر بندازه. و من کان مریضا، کسی مریض بود یا بر سفر بود، فعدة من ایام اخر، پس در ایام دیگری، تعدادی از ایام دیگری یعنی حساب بکند و روزه بگیره. الله عزوجل این قوانین را برای شما ذکر کرد. الله آسانی مد نظر داره، برای شما میخواد آسان بفرماید. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده دارد، تصمیم دارد برای شما آسانی را و اراده ندارد برای شما سختی را. پس روزه بگیرید. ولتکملوا العدة، این ولتکملوا العدة علت فلیصم هست. فلیصم ها روزه بگیرد هر کسی ماه را دریافت تا که عدت روزه را، اون تعداد ایام را، اون ایام معدوده را چی بکند؟ تکمیل بکند. و بعد از اینکه تکمیل کرد شما تکمیل بکنید. ولتکملوا العدة، شما تکمیل بکنید. ولتکبروا الله، و تا اینکه تکبیر خدا بگویید، بزرگی خدا بیان کنید. یعنی
در روز فطرش بعد از اینکه روزه را تمام کردید. فقوله لتکمل العده علت الامر، این لتکمل العده عده دستور گذشته است. دستور گذشته چی بود؟ فلیصم. خب علت اون امر هست به مراعات العده، که اون تعداد ایام را مراعات بکنید. ولتکبر الله علت ما یعلم عن کیفیت القضاء، اینکه فرمود فعدت من ایام اخر تا ولتکبر الله، بزرگی خدا را. و همچنین ولعلکم تشکرون علت ترخیص است، فرمود ولعلکم تشکرون، چرا شکرگزار باشید؟ خدا چقدر رخصت داده به من، چقدر آسانی داده، این علت رخصت الله. خب این جمله معترضه هست برای دعا، و همچنین دعا با روزه با امر مصلح ارتباط داره. وقتی که روزه میگیرید عبادت میکنید، خود به خود انگیزه دعا و زمینه دعا فراهم میشه. بدان ای مومن، الله میگه من نزدیکم، من اجابت میکنم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هرگاه از شما سؤال کنند بندگان من از من قریب هستم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از خودشون و شهرگشون بهشون نزدیکتر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من اجابت میکنم دعای دعوت کننده را، دعا کننده را هرگاه مرا بخواند، فقط خدا را بخواند، به شرطی غیر الله را نخواند. پس فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، این شرط اجابت دعاست. باید برای من الله اجابت کنند. یعنی چه؟ یعنی من هم اونها را به سوی هر چه فرا میخوانم اونها اجابت کنند. خدا به سوی چی ما را فرا خوانده؟ به سوی ایمان و طاعت و عبادت. پس ما ایمان بیاوریم، طاعت و عبادت بکنیم، بعد خدا را صدا بزنیم، خود از خدا بخواهیم، دعا بکنیم، اونم قبول میکنه. پس فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم للایمان، وقتی که من اونها را به سوی ایمان فرا خواندم، و الطاعه، به سوی طاعت و بندگی، اونها اجابت کنند. کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، چنانچه من اجابت میکنم وقتی مرا بخوانم برای حوائجشان. الله اجابت میکند. درباره اجابت قبلا بحثی کردم، تکرار نمی کنم. الله اجابت میکند یا نقد، یا در زمان مناسب، یا اینکه برای آخرتش ذخیره میکنند. از این سه حالت حتما اجابت میشه. شک نکن که دعا رد میشه، اجابت میشه، ولی اون با مصلحت الهی بستگی داره که کی محقق بکند، کی اثرات دعا را ظاهر بکند. اجابت میشه، اثراتش کی ظاهر بشه اون الله بهتر میداند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، اجابت کنند برای من هرچی من میخوام و ایمان به من داشته باشند. ولعلهم یرشدون، شاید اونها هدایت بشن، یعنی قطعا هدایت میشن وقتی که ایمان بیارن. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم، خدای عزوجل بعد از روزه مفترات صیام را و اون چیزهایی که روزه را میشکند ذکر میفرماید. هنوز بحث روزه ادامه دارد، بحث دعا جمله معترضه بود. الله میفرماید که حلال قرار داده شده، جایز قرار داده شده در شبهای رمضان الرفث یعنی جماع، مجامعت، همخوابی به زنهایتون، به پیش زنهایتون یعنی با زنهایتون. ببینید ابتداء نامشروع بود، جایز نبود. حتی در شبها، بالخصوص وقتی که کسی خواب میرفت، شب که خواب میرفت، بعد از اون نه خوردن نه نوشیدن نه جماع برایش جایز نبود، لذا سخت بود. بعضی ها هم برای اونها این مشکل پیش آمد که مثلا قبل از افطار
یک صحابی به نام قیس ابن صارمة الانصاری قبل از افطار خواب رفت، قبل از اینکه چیزی بخورد، چون که رفتم برایش غذای بیارن خسته بود، خواب رفت دیگه. بعد از خواب نتونست بخوره تا روز بعد از حال رفت. و همچنین در شب مجامعت و همخوابی که درست نبود، باز روز هم فشار می آمد. بعضی ها دیگه نمیتونستن خودشون را کنترل بکنند. یک صحابی آمد، اعرابی ساده بود، گفت یا رسول الله هلکتو، هلاک شدم، من از بین رفتم، هلاک شدم. و چیکار کردی؟ گفت که وقعت امرأتی علی امرأتی فی نهار رمضان او کما قال، در روز رمضان پیش زنم رفتم. لذا اینا شبها نمیتونستند. بنابراین الله عزوجل باز هم ترخیص داد. الله فرمود احل لكم لیلة الصیام، حلال است برای شما در شبهای صیام الرفث الی نسائکم، مجامعت به زنهای شما. هن لباس لكم و انتم لباس لهن، اون زنها لباس برای شما هستند و شما لباس برای اونها هستید. لباس را بعضی تفسیرها مثل عبدالله ابن عباس تفسیر کرده سکن، یعنی همونطور که شما در لباس آرامش دارید با وجود زن هم آرامش دارید و زن با وجود شما آرامش دارد. ای هن سکن لکم و انتم سکن لهن، یا همونطوری که لباس عیب شما را می پوشاند، زن عیب مرد را و مرد عیب زن را. وقتی که زن دارد دیگه مستغنی هست، زن و شوهر داره مستغنی هست، دیگه هیچ عیب و ایرادی نمیتونه داشته باشه، میتونه خودش را حفاظت بکنه. لذا علم الله انکم کنتم تختانون، الله میدانست که شما خیانت میکنید بر خودتان. خیانت عبارت عن عدم الوفا بما یجب علیکم، تفسیر کبیر گفته، یعنی اون چیزی که بر شما واجب است او را عمل نمی کنید، این خیانت. یعنی شما نمیتونید عمل بکنید، شما از کنترل خارج میشید. پس چیکار کرد الله؟ فتاب علیکم، بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، و شما را معاف کرد. لذا از این به بعد حکم فرق میکنه با گذشته. از این به بعد در شب هم میتونید با اونها هم خوابی داشته باشید با زنایتون، و هم تا صبح صادق میتونید بخورید، تا صبح صادق. فالآن باشروهن، الان چیکار کنید؟ با اونها مباشرت، یعنی هم خوابی، مجامعت. وابتغوا ما كتب الله لكم، و بخواهید بطلبید آنچه که خدا برای شما نوشته. منظور ولد است، فرزند. خدا برای شما فرزند نوشته، از طریق این هم خوابی از خدا بخواهید. و کلوا واشربوا، این مفطر اول بود که معاف شد. مفطر دوم خورد و نوش در شبها. بخورید و بنوشید حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی ظاهر بشه برای شما اون نخ سفید از نخ سیاه. خب این معنای کنایی هست، خود نخ مراد نیست اونطوری که بعضی از اصحاب مثل عدی ابن حاتم خود نخ فهمیده بودن. نه، نخ سفید اون سپیده صبح هست، نخ سیاه اون تاریکی هست که در همون افق قبل از سفیده صبح چی میشه؟ دیده میشه. یعنی اون تاریکی از بین بره و سپیده ظاهر بشه. من الفجر، این بیان است، توضیحش است. این ابتدا نازل نشده بود، بعضی نفهمیدن، بعدا الله این را اضافه فرمود. یعنی فجر، تا فجر صادق، تا صبح میتونه بخورید. فجر که طلوع کرد دیگه نخورید. تا که ثم اتم الصیام الى اللیل، سپس تکمیل بکنه روزه را تا شب. خب وقتی که اجازه مجامعت داده شد، کسی فکر بکنه پس مطلق میتونیم مجامعت بکنیم، هم خوابی، حتی او کسی که تو مسجد معتکفه. نه، اونی که رفته تو مسجد معتکف او نمیتواند. لذا میفرماید که ثم اتم الصیام الى اللیل، تا شب روزه را تکمیل بکنید. اما ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، با اونها مباشرت نکنید، هم خوابی نکنید در حالی که شما معتکفید در مساجد.
یعنی در حالت اعتکاف اون وقت که تو مسجد اعتکافید مباشرت نکنید. الله عزوجل وقتی که احکام را، دستورات را صادر می فرماید، در پایان اون آیات یک کلمه از تقوا و از خدا ترسی و از بیان حدود الله و اینها ذکر می فرماید. اینها به خاطر تأکید تعمیل هستند، یعنی تأکید می فرماید ما را به عمل کردن. لذا این تلک حدود الله تأکید تعمیل احکام است، تأکید برای عمل به احکام. الله می فرماید تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، اینها قوانین الهی هستند. فلا تقربوها، نزدیک اینها نروید. كذلك یبین الله آیاته للناس، این گونه الله بیان می کند آیاتش را برای مردم. لعلهم یتقون، شاید اونها بترسند. این حکمت تبیین است. چرا خدای عزوجل بیان می کند؟ حکمت چیه؟ که در میان مردم خوف و ترس خدا بیاد. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. دو تا از امور انتظامی خواندیم، این امر انتظامی سوم. این امر انتظامی سوم را بعد از امر مصلح آورد، چون این با این امر مصلح خیلی مناسبت داره. مناسبتش را عرض کردم. کسی که در روزه، در صورت روزه گرفته، مال خود را نمیخورد، مال دیگری را هم نمیخورد. اینجا خدای عزوجل همین مطلب را بیان فرموده که مال همدیگر را نخورید، مال همدیگر را نخورید. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اموال همدیگر را نخورید از طریق باطل. باطل که بیان فرمود، باطل یک کلی عام هست. هر راهی که راه باطل باشد، راه حرام باشد. ببینید چپاول، غصب کردن، دزدیدن، کلاهبرداری، رشوه، ربا، اینا همه صورتهای باطل هستند. پس نخورید مال خودتون را که بینشتون هست از طریق باطل. که و تدلو بها الى الحکام، ادلا قبلا خواندید، یعنی دست به دست کردن. تداول همین را میگن، مداوله، که دست به دست بکنید اون را به حکام. یعنی این هم از طریق باطل اشاره کرده به قاضی، به حاکم، به کسی که حکومت در دستشه. پول چیزی بدید تا حق دیگری را ضایع کنید، زمینش را بخورید یا مالش را بخورید. و تدلو بها الى الحکام، تا اینکه دست به دست بکنید به سوی حکام. این کار را نکنید. لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که بخورید بخشی از مال مردم را بالاثم، یعنی به گناه، یعنی از طریق گناه. و انتم تعلمون، در حالی که خودتون میدانید که این مال مردم است، این حق غیر است. این کار را نکنید. لذا این امر دیگر، وقتی که شما تدبر بفرمایید، فکر کنید، اگر در جامعه همه این اصل الهی را و اصل قرآنی را نصب العین زندگی و اصل اصول زندگی قرار بدن که من هیچ وقت مال باطل نمیخورم، مال غیر نمیخورم، من فقط مال خودم میخورم، هرچی مال خودم باشه. همه اگر این اصل را اصل خودشون قرار بدن، آیا تو جامعه فسادی میاد؟ حرام خاری میاد؟ کلاهبرداری میاد؟ اقتصاد فلج میشه؟ هیچی از این نمیشه. پس این امور انتظامیه الهی را اگر مردم رعایت بکنند، همین دنیای ما پر نور میشه، همین زندگی ما زندگی بهشتی میشه و زندگی پر آرامش میشه. الله عزوجل توفیق عمل نهایت.